بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. به نام الله بخشنده و به نهایت مهربان و حمد و ثنا مخصوص پروردگار جهانیان است و سپاس و ستایش تنها از آن اوست و تنها از او کمک یاری و مدد می طلبیم و از او آمرزش گناهان خود را می طلبیم و به سوی او سبحانه و تعالی توبه می کنیم. از بدیهای نفسهایمان، از کارهای ناشایسته امان به الله پناه می بریم و هر کسی را که الله سبحانه و تعالی هدایت کند کسی او را گمراه کرده نمی تواند و هر کسی که گمراه بگردد هیچ کسی او را هدایت و راهنمایی کرده نمی تواند و گواهی می دهم که معبود بجز الله نیست، معبودی بر حق بجز الله نیست، تنها اوست شایسته عبادت بدون شریک و گواهی می دهم که محمد صلی الله علیه و سلم بنده و رسول اوست صلی الله علیه و آله و سلم. بارک الله فیکم برادران گرامی. امروز همچنین از سلسله درس های خود از کتاب هایی که ما پیش بینی کردیم و کتابی که امروز در دست داریم فقه میسر، فقه آسان بیان که گروه از علماها این را تعلیف کردگی هستند، گرفته شده از کتاب الله سبحانه و تعالی و سنت او پیامبر صلی الله علیه و سلم و اجماع علماها که از این کتاب مبارک ما در قسمت دوم در نماز در باب چهارم قرار داریم. درباره شرط های نماز، فی شروط الصلاة و ارکانها و ادله ذلك، در بیان شرط های نماز و رکن های آن و دلیل ها بر این شرط ها و رکن ها و حکم ترک کننده نماز سخن خواهد رفت که در این باب چهارم در بیان شرط های نماز و رکن ها و دلیل های آن و حکم ترک کننده آن مسئله های زیرین جایگیر است. مسئله اول فی عدد صلوات المکتوبه، درباره شماره نمازهای فرض، درباره شماره نمازهای فریضه. میفرماید مؤلف عدد صلوات المکتوبه 5، شماره نمازهای فریضه 5 تاست و هی الفجر و الظهر و العصر و المغرب و العشاء و اینها باشن بامداد، پیشین، عصر، شام و خفتن هستند و هی مجمع علیها. در این مسئله نمازهای 5 وقته بین علما اتفاق نظر وجود دارد، یعنی تمام علما بر این اتفاق دارند که نمازهای فریضه‌ای که بر دوش بندگان فرض قرار داده شده است 5 وقت نماز است و دلیل بر فرض بودن این 5 وقت نماز حدیث طلحه ابن عبیدالله است. حدیث طلحه ابن عبیدالله که یکی از اعرابی بادیه نشین نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمده و گفت و پرسید قال یا رسول الله، ای رسول الله، الله بر من چقدر نماز را فرض گردانیده است؟ چقدر نماز را بر من الله فرض گردانیده است؟ قال، رسول الله فرمود 5 صلوات فی یوم و لیله، گفتن که 5 وقت نماز را در یک شبانه روز خواندن. این حدیث را امام احمد و ابی داود رقم 494 و ترمذی 407 روایت کردند که ترمذی فرمود حدیث حسن است، یعنی خوب است و حاکم نیز در مستدرک در مجلد اول صفحه 201 این حدیث را صحیح شمردند و صحیح دونستند و البانی نیز این حدیث را در اروا تحت رقم 247 صحیح دونستند و همچنین در بیان این نمازهای فرضیت، نمازهای 5 وقته، حدیث انس رضی الله عنه درباره مردی که از اهل بیابان بود که با پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت، چی فرمود؟ گفت فرستاده تو، یعنی نماینده ات گفته است که بر ما 5 وقت نماز در یک شبانه روز فرض است. پیامبر در جواب گفتن که صدقه، درست گفت. روایت مسلم حدیث رقم 12. اما مسئله دوم علی من تجب، ان همین نمازهای 5 وقته ای که دلیل آن را بر فرضیت بودن آن ذکر کردیم که در درس گذشته با آن را ما از آیه های قرآنی و احادیث بیان کرده بودیم، بر کی فرض است این نمازهای 5 وقته؟ میفرماید تجب علی مسلم البالغ العاقل، پس این نمازهای فرض 5 وقته که در شبانه روز خوانده میشد بر شخص مسلمان، دوم بالغ باشد، یعنی که به سن بلاغت رسیده باشد، سوم عقلدار با عقل باشد، سالم عقل باشد، غیر حائد و نفسا، نه زنی که در حالت حیض، ایام حیض، روزهای حیض ماهانه خود یا که نفاس پس از تولد باشد، بر آنها در این حالت نمازهای 5 وقته فرض نیست. و یؤمر بها الصبی اذا بلغ 7 سنین، اما کودک باشد
سبی کودک رو میگویند. وقتی که به سن 7 سالگی میرسد باید او را امری بر نماز کرده شود. از همین 7 سالگی برای آموزش نماز با کودک باید انسان تلاش نماید، او را تربیت کند. اما اگر 10 ساله شد و نماز نخواند و بی پروا و بی اهمیتی کرد، بر او تنبیه داده می شود، گوشزد کرده می شود، با ملایمت لعن کرده می شود تا اینکه نمازهای فریضه را ترک نکند و آنها را با کمال نیکی انجام بدهد. و دلیل این سخنها اولا حدیثی که آن را امام احمد و ابی داود و ترمذی روایت می نمایند که فرمود رفع القلم عن الثلاث. قلم یعنی نوشتن گناه ها از 3 طایفه مردم برداشته شده است. بر 3 طایفه مردم گناه کتابت کرده نمی شود که در میان آنها رسول الله صلی الله علیه و سلم ذکر یادآوری کردن از کودک گفتند تا وقتی که بالغ شود به بلاغت برسد. یعنی بر این کودک که به بلاغت نرسیده است یگام جوابگری نیست. و حدیث دیگری که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند گفتند مروا اولادکم بالصلاه لسبع واضربوهم علیها لعشر. گفتند که فرزندانتان را به نماز امر کنید وقتی که 7 ساله میشوند و برای سرکشی از آن که از ادا نکردن آن هنگامی که 10 ساله شدند سرکش شدن آنها را عدد بدهید، بزنید. و در آخر حدیث فرمودند که فرقوا بینهم فی المضاجع و جایگاه های آنها را نیز چیز جدا کنید. که روایت ابی داود که حدیث را صحیح گفتند. این مسئله دوم. اما مسئله سوم فی شروطها، شرط های نماز. درباره شرط های درست نماز، اینکه شرط های نماز این در برگیرنده صحت و سلامت ماندن نماز بنده است. بدون این شرط ها نماز بنده صحیح و درست نمیگردد. بارک الله فیکم. و شرط های درست نماز 9 تا می باشند. اولا اسلام، فلا تصیح من کافر لبطلان عمله. اول نماز از شخص کافر پذیرفته نمی شود بلکه از مسلمان پذیرفته می شود، زیرا کافر تمام اعمال او حبطه و باطل است. دوم عقل. نماز از شخص دیوانه که بی عقل درست نمی گردد، زیرا او شخص دیوانه که بی عقل مکلف شرعی نیست. سوم بلاغت، البلوغ. بر کودک تا به بلاغت نرسیده است بر او واجب نیست، ولی چگونه که در بالا ذکر کردیم از سن 7 سالگی بر نماز امر کرده می شود و در 10 سالگی اگر ترک نماز کرد پس ملامت کرده می شود. چگونه که در حدیثی که بیان کردیم که رسول الله فرمودند که مروا اولادکم بالصلاه لسبع. فرزندان خود را از 7 سالگی امری بر نماز بکنید و اضربوهم علیها لعشر. اگر 10 ساله شده نماز نخواندند آنها را بزنید. و چهارم طهارت و پاکیزگی از 2 حدثین، حدث اکبر و حدث اصغر، خرد و بزرگ. یعنی شخص باید از حدث خرد و حدث بزرگ که هست، حدث خرد این بی‌وضوئی رو میگویند، حدث بزرگ حالت جنابت رو میگویند که در اول کتاب بیان کرده بودیم. از انسان قبول نمیشد اگر که در حدث باشد. و دلیل آن حدیث ابن عمر رضی الله عنه است که فرمودند که رضی الله عنهما لا يقبل الله صلاة بغیر طهور. الله نماز بی طهارت را نمیپذیرد و قبول هم نمیکند. گفتن صلی الله علیه و سلم. این حدیث را مسلم تحت رقم 224 روایت کردند. پس این مسائل خیلی مهم است. و پنجم از شرط های نماز فرا رسیدن وقت نمازهایی که انسان در وقتش آنها را باید ادا نماید، چون الله سبحانه و تعالی در محکم آیاتش میفرماید ان الصلاة كانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نماز به درستی که بر مؤمنان در وقتهای معین شده فرض قرار داده شد. سوره نساء آیه 3. و در حدیث جبرائیل علیه السلام گفتن ما بین هذین وقتین وقت، گفتن میان این 2 وقت برای هر نماز وقت هست. پس نماز پیش از وقتش خوانده شود یا که بعد از وقتش خوانده شود بدون عذر از انسان پذیرفته نمی شود. عذر شرعی که در صفت نماز پیامبر ما اینها را با تفصیل بیان کرده بودیم. ششم، یکی از شرط های درست نماز پوشانیدن عورت است. پوشاندن عورت که در این قدرت لازم است، یعنی به شرطی که انسان قادر باشد آن چیزی را که آن بدنی که برای او پوشاندنش واجب است آن مکان را بپوشاند که بدن انسان، پوست بدن انسان نمایان نباشد، لباس انسان تنک و چسبیده در بدنش نباشد. چون الله سبحانه و تعالی میفرماید یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. ای فرزندان آدم زینت خود را در نزد هر مسجد بگیرید.
سوره اعراف آیت 31. یعنی لباس مناسب و پوشیده و محکم داشته باشد، نه تنک باشد نه چسبیده، و لباس تازه هم باشد از برای عبادت الله سبحانه و تعالی. و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار. الله نماز زن حیضدار را نمیپذیرد و همچنین بدون رویمال، بدون خمار نیز نماز زن پذیرفته نمیشود. یعنی زن باید سر و گردن خود را بپوشاند و عورت مرد باشد از ناف تا زیر زانو است، چون که پیامبر صلی الله علیه و سلم از حدیث جابر است رضی الله عنه فرمودند: اذا صلیت فی ثوب واحد، اگر در یک لباس نماز خواندی، فان کان واسعا فالتحف به، اگر واسع باشد آن را با خود بپیچ، در خود بپیچان. و ان کان ضیقا فاتزر به، اگر تنگ باشد این لباس آن را کمربند قرار بده و مثل ازار، یعنی که عورت خود را بپوشان، محکم نما. بارک الله فیکم. و بهتر اولاتر است این که مرد چیز برای شانه اش نیز داشته باشد، یعنی کتفها محکم باشد، لباسی را بپوشد که کتفهاش محکم شود. مایکه روا نیست، اما فوتبالکه ها روا هست. زیرا پیامبر صلی الله علیه و سلم از نماز خواندن مردی که در بالای شانه هایش چیزی نیست من کردند، اما عورت زن تمام بدن زن عورت است غیر از روی و کفان دست. این هم هنگامی که در وقت محرم خود نماز میگذارد، اما اگر در نزد نامحرم ها نماز بخواند باید همه بدنش را بپوشاند. و دلیل آن حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم که فرمودند: المرأة عوره، زن این خود عورت است. و همچنین فرمودند: لا يقبل الله صلاة الحائض ولا الا بخمار، گفتن که الله نماز زنی که در حالت حیض قرار دارد آن نمیپذیرد و همچنین زنی که بدون خمار نماز میگذارد، بدون ریبال نماز میگذارد. هفتم از شرط های نماز: اجتناب النجاسة فی بدنه و ثوبه و بقعته. پس شرط هفتم از شرط های نماز پاک بودن بدن و لباس و آن مکانی که تو نماز میگذاری، جای نمازگذاری از نجاسات و هر پلیدی که هست با آن قدر توانایی که دارد. و دلیل آن قول الله سبحانه و تعالی که در سوره مدثر آیت 4 میفرماید: استعیذ بالله و ثیابک فطهر، لباسهایت را پاک نگاه بدار، پاک بساز. و در حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که این حدیث را در قطنی در مجلد اول صفحه 97 تحت رقم 453 روایت کردن که این حدیث رو البانی هم تحت رقم 280 گفتن: تنزه عن البول، گفتن از پیشاب خودداری نمایید، خودداری کنید. فإن عامة عذاب القبر منه، بدروستی که بیشتری از عذاب قبر از این چیز است، اینکه از پیشاب که هنگامی که پاکیزه کرده نمیشود. و حدیثی که رسول الله صلی الله علیه و سلم به دختر ابوبکر اسماء گفته است: تحته ثم تقرصه بالماء، یعنی در مسئله خون حیض آن را بخراش، تازه کن و سپس بر بالای آن آب بریز. ثم تنضحه، سپس آن را بشک. ثم تصلی فیه، سپس که پاکیزه شد پس بر وی نماز بخوان گفتند. و همچنین هنگامی بول کردن، پیشاب کردن، یک اعرابی در مسجد رسول صلی الله علیه و سلم چی گفتن رسول؟ گفتن: عریق علی بوله سجلا من الماء، زن در بالای پیشاب وی یک سطل از آب را بریزید، یک سطل از آب را گفتن در بالای وی پیشاب وی بریزید. روایت بخاری تحت رقم 220. و قسمت هشتم از شرط های نماز رو آوردن به جانب قبله اگر توانی آن را داشته باشد. و دلیل آن قول الله سبحانه و تعالی که در سوره بقره آیت 144 میفرماید: فولی وجهک شطر المسجد الحرام، روی خود را به سمت مسجد الحرام قرار ده، بگردان. و در حدیثی که روایت شده است: اذا قمت الى الصلاه فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبله، که رسول الله فرمودند هنگامی که به سوی نماز برخاستی طهارت را کامل نما، طهارت پوره کن و به سوی قبله روی بیاور گفتند، و سوی قبله روی بیاور. این حدیث را بخاری تحت رقم 6251 و مسلم 397 ذکر و یادآوری کردند. نهم این نیت است و هیچگاه از انسان ساقط نمیگردد و محل آن قلب است. و دلیل آن حدیث عمر رضی الله عنه گفتند که انما الاعمال بالنیات، به درستی که تمام اعمال انسان، عملهای انسان با نیت آن وابستگی دارد و جای و مکان نیت این قلب است، دل است، و حقیقت آن باشد قصد و اراده انجام عمل است.
و لفظ کردن با زبان تلفظ کردن آن مشروع یعنی جایز نیست بلکه بدعت است، زیرا نه از رسول الله ثابت است نه از صحابگان کرام ثابت است. پس چیزی که در زمان آنها دین نبود در زمان ما هم دین شده نمیتواند. چگونه چیزی که در زمان آنها نبود نه الله بیان کرد نه رسول الله بیان کرد نه صحابه کردن امروز وای دین شده میتواند. کمی اگر انسان بیاندیشد راه حل را پیدا میکند، راه هدایت را پیدا مینماید. بارک الله فیکم. این بود شرط های نماز که شرط های نماز گفته 9 تا است. یکم اسلام، از کافر پذیرفته نمیشود. دوم عقل، از مجنون دیوانه پذیرفته نمیشود. سوم بلوغ، به بلاغت رسیدن، به رشد رسیدن. از صبی پذیرفته میشود، از کودکی که هوش و عقل و درک دارد پذیرفته میشود و اجر پاداش برای پدر و مادرش میاد. طهارت، پاکیزگی از حدثین، حدث اکبر و حدث اصغر، از پلیدی ها پاکیزه نمودن. داخل شدن وقت هایی که معین شده است و ستر عورت اگر انسان قدرت توانایی پوشیدن خود داشته باشد برای مردان زنها و دور جستن از نجاست ها در بدن، در لباس، در مکان و استقبال قبله اگر قدرت توانایی آن داشته باشد. و نهم نیت. این بود شرط های نماز که شرط ها پیش از داخل شدن به سوی نماز است یا صورت بگیرند. پیش از داخل شدن به سوی نماز باید این شرط های نماز صورت بگیرند. اگر یکی از این شرط های نماز فوتید پس نماز انسان صحیح و درست نمیگردد اگر انسان اینها را از روی دانش انجام بدهد. بارک الله فیکم. مسئله چهارم فی ارکانیها، در بیان رکنهای نماز. سپس مؤلف در اینجا برای ما و شمایان شروع می نماید در بیان رکنهای نماز. ارکان جمع رکن هاست و می فرماید که هی ما تتكون منها العبادات ولا تصح العبادة الا بها. پس رکنهای نماز چیزهایی می باشند که خود عبادت از آنها ترکیب یافته است و عبادت بدون این رکنها درست نمی شود و پذیرفته و قبول هم نمی گردد. پس فرق بین شرطهای نماز که بیان کردیم 9 تا بودن و رکنهای نماز که 14 تا هستند چیست؟ فرق بین این و آن چیست؟ می‌فرماید فرق بینهما و بین شرط ان شرط یتقدم علی العبادت، اینکه شرط از عبادت پیش میگذرد. شرط پیش از عبادت آمده در طول آن ادامه می‌یابد. مثلا اسلام، طهارت و نیت و دیگر چیزهایی که ذکر کردیم. اما ارکان، اما رکنها باشد فهی التي تشمل علیه عباده من اقوال و افعال. اما رکنها باشد چیزهایی است که در داخل خود عبادت است، در گفتار یا که عمل، مثلا رکوع و سجده و غیره. پس این از فرق بین شرطهای نماز و رکنهای نماز. پس شماره رکنهای نماز 14 تا می باشند. می فرماید که ارکانها 14 رکنا لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا و بیانها ما یلی. شماره رکنهای نماز 14 تا هستند و این رکنها با سبب خواه با قصدن، عمدن یا خواه با فراموشی، سهوا، خواه با نادانی، جهلا از گردن انسان ساقط نمی شود. یعنی نماز بدون اینها درست نمیگردد. چی انسان نداند یا که قصدن یا که غیر قصدن یا که فراموش خاطری برایش عذری نیست. بارک الله فیکم. پس اولا رکن اول از رکنهای نماز این قیام است. قیام این ایستادن رو میگویند. یعنی شخص باید در نماز فرضی با قامت راست بایستد اگر توانی آن را داشته باشد و دلیل آن قول الله سبحانه و تعالی که میفرماید و قوموا لله قانتین، برای الله سبحانه و تعالی قانتین، با خضوع و فروتنی با تواضع بایستید. سوره بقره آیت 238. و دلیل قیام ایستادن در نماز از حدیث رسول صلی الله علیه و سلم، حدیث عمران ابن حسین است. گفتن صلی قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. نماز را ایستاده بگذار، اگر توانی آن را نداری پس نشسته بخوان، اگر توانی آن را نداری پس به یک پهلو بخوان. این حدیث را بخاری تحت رقم 651 و مسلم تحت رقم 397 ذکر و یادآوری کردند. پس اگر کسی در نمازهای فرضی ایستاده نمیتواند با سببهای مانند بیماری یا خطر یا ترس و غیره عذر دارد و عذر پیدا میکند و میتواند نماز را نشسته یا که پهلو هر گونه‌ای که برایش موافق است و با سبب آن عذری که دارد نماز را ادا نماید، یا بر یک طرف یک جمع پهلو میگویند نماز را ادا نماید. اما در بیان نمازهای نافله باشد، نمازهای باقی مانده بجز نمازهای فرضی، دلخواه نمازهای دیگر را نافله میگویند. چه نماز شب باشد، چه نماز روز باشد، چه سنت ها، هر نماز دیگری را
و جز نمازهای فرضی نافله میگویند. پس قیام یعنی راست شدن در این نمازهای نافله سنت حسابیده میشود، نه رکن. اما در اینجا مؤلف ذکر مینماید که نماز شخصی که ایستاده میخواند بهتر از نماز کسی که نشسته میخواند، چون که پیامبر الله صلی الله علیه و سلم فرمودند نماز نشسته بر نصف نماز ایستاده است. روایت مسلم تحت رقم 735. این است رکن اول قیام. دوم تکبیرة الاحرام فی اولها. دوم رکن از رکنهای نماز تکبیر احرام در اول نماز. این گفتن الله اکبر است و چیز دیگری به جای آن گفتن درست و روا نمیگردد، چنانکه پیامبر الله صلی الله علیه و سلم با شخصی که نمازش را بد انجام میداد فرمود، نماز نادرست میخواند، گفت اذا قمت الى الصلاه فکبر. هرگاه از برای ادا نمودن نماز برخاستی پس تکبیر بگو، الله اکبر بگو. این حدیث رو بخاری تحت رقم 793 و مسلم تحت رقم 397 ذکر کردند و فرمودند که تحریمها تکبیر و تحلیلها تسلیم. حرام کنی آن یعنی وارد شدن بر نماز با تکبیر شروع می شود، هر چیز برای انسان حرام می گردد دیگر. و تحلیلها تسلیم و حلال کنی آن یعنی که با پایان افتادن نماز با سلام دادن به اتمام یابد. این حدیث را ابی داود تحت رقم 61 و ابن ماجه تحت رقم 275 و ترمذی روایت کردند و البانی گفته است که این حدیث حسن خوب و صحیح است. در صحیح ابن ماجه تحت رقم 224. پس نماز بنده به تکبیر درست نمیگردد، چون این رکن است و ترک رکن سبب باطل شدن نماز بنده میگردد. الله سبحانه و تعالی بر ما و شمایان توفیق بر بندگی عطا فرماید. بارک الله فیکم. سوم قرائت الفاتحه، خواندن سوره فاتحه با ترتیب در هر رکعت. یعنی خواندن سوره فاتحه در هر رکعت برای انسان رکن است و دلیل آن حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم که فرمودند لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الکتاب. نماز درست نمیگردد یا نماز درست نمیشود برای کسی که فاتحة الکتاب را نخواند یا که خوانده نباشد. روایت بخاری تحت رقم 756 و مسلم تحت رقم 394. این یک قاعده کلی است پیش گذشته شده، اما فقط در یک حالت خواندن سوره فاتحه از دوش بندگان سبک کرده می شود، یعنی که بندگان سبک دوش کرده می شوند هنگامی که امام را در رکوع دریافتند. هنگامی که امام را در رکوع دریافتی پس چیز در حال رکوع میکنی بدون اینکه تو سوره فاتحه را بخوانی، چون دریافت کردن امام در رکوع اتباع از امام این واجب است و دریافت کردن رکعت از نمازها این در رکوع است، از رکوع حسابیده می شود. و همچنین مقتدی یعنی شخصی که با امام اقتدا کرده است در نمازهای جهریه، نمازهایی که امام با آواز بلند میخواند نیز باید سوره فاتحه خوانده شود. اگر تواند سوره فاتحه را هنگامی که امام سکوت را اختیار میکند بخواند. اگر امام هم سکوت هم نکرد اختیار دارد که بعد خواندن امام سوره فاتحه را بعد آمین گفتن بخواند. رکن چهارم از ارکان نماز رکوع کردن در هر رکعت با دلیل فرموده الله سبحانه و تعالی یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، ای کسانی که ایمان آوردید رکوع کنید و سجده نمایید. سوره حج آیه 77. و با دلیل حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم با شخصی که نمازش درست نمیگذارید فرمود که ثم ارکع حتی تطمئن راکعا، پس رکوع کن تا آرام بگیری در رکوع. خوب اهمیت دهید، رکوع کن این یک نقطه و آرام بگیر در رکوع این نقطه دوم. روایت بخاری تحت رقم 6251 و مسلم تحت رقم 397. خوب دقت دهید. بارک الله فیکم. و رکن پنجم و ششم از ارکان نماز بالا شدن از رکوع و راست ایستادن. بعد آن بالا شدن از رکوع برخاستن این یک رکن است و هنگامی که برمیخیزی بعد در آنجا راست قرار گرفتن این دیگر ششم رکن است. ما گفتیم که هر رکنی که اگر که در این نمازها شرط ها و رکن‌ها که ذکر نمی‌کنیم اگر ترک شود نماز انسان باطل می‌شود. برای خوب دقت بدید. پنجم و ششم بالا شدن از رکوع و راست ایستادن. بعضی از مردم از رکوع بالا میشوند و راست نشده بر سجده میروند، نماز انسان صحیح نمیگردد. با دلیل گفته پیامبر صلی الله علیه و سلم که فرمودند ارکع حتی تطمئن راکعا، گفتن رکوع کن حتی اینکه در رکوع تو آرامش بگیری. ثم ارفع حتی تطمئن قائما، سپس از رکوع بر بخیز حتی اینکه در راست ایستادن در قائم تو آرامش پیدا کنی تا راست بیستی. این هم نقطه خیلی مهم است.
سپس هفتم سجده کردن، به سجده رفتن. اینم رکنی از رکنهای نماز به حساب می رود. با دلیل فرموده الله سبحانه و تعالی که فرموده واسجدوا گفتن و سجده کنید، سجده نمایید، سوره حج آیه 77. و در حدیثی که رسول الله صلی الله علیه و فرمودند ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا، صلی الله علیه و سلم گفتن سپس سجده کن تا در سجده آرامش پیدا نمایی. در هر سجده کردن، در هر رکوعی که انسان می رود، در اون دو سجده قرار دارد و باید بر 7 عضو بدنش سجده نماید. دلیل آن حدیث ابن عباس رضی الله عنهما می‌فرماید که امرت ان اسجد علی 7 اعظم، به من امر شد که با 7 عضو خود سجده نمایم، سجده کنم. الجبهة پیشانی و اشار بیدی الی انفه، و اشاره کرد با بینی و پیشانی خود یک جا به سجده می روند. و الیدین و دو دست خود و رکبتین با هر دو زانوی خود و اطراف قدمین و هر دو قدم های خود، نوک پا. این حدیث بخاری تحت رقم 809 و مسلم تحت رقم 490 ذکر کردند. و رکن 8 و 9 بالا شدن از سجده و نشستن بین این دو سجده، چنانه که رسول الله صلی الله علیه و سلم با شخصی که نمازش نادرست میخوند با او تعلیم داده و فرمود که ثم ارفع حتی تطمئن جالسا، گفت سپس بالا شو از سجده حتی اینکه در اینجا آرامش پیدا نمایی، آرامش بگیری. بارک الله فیکم. دهم آرامش، طمأنینه یا که مطمئنی در نماز. در همه این رکن‌هایی که بیان شد، یعنی سکون و آرامش رو در هر یک رکنی که انجام می‌دهد باید با خود داشته باشد و آن باید به اندازه گفتن‌های واجب در هر رکن باشد. چون که پیامبر الله صلی الله علیه و سلم شخصی که موسیقی صلات بود، نماز خود را درست نمیخواند، در نماز خود آرامش نداشت، در رکنها نماز او را نپذیرفت، قبول نکرد، بلکه رد کرد بر او، زیرا آرامش را در نماز ترک کرده بود. و 11 تشهد اخیر و دلیل آن حدیث ابن مسعود رضی الله عنه است. كنا نقول قبل ان يفرض علينا التشهد، میفرماید ابن مسعود که ما پیش از آنکه که تشهد برای ما فرض واجب بگردد میگفتیم السلام علی الله من عباده، میگفتیم سلام بر الله از جانب بندگانش. و پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند لا تقولوا السلام علی الله، گفتند شما نگویید که سلام بر الله، ولکن قولوا التحیات لله و الصلوات و الطیبات، بلکه بگویید انا همین التحیات لله و الصلوات و الطیبات. این حدیث نسائی در مجلد 2 صفحه 240 روایت کردند و البانی این حدیث را صحیح دانستند. در ارواء الغلیل تحت رقم 319 ذکر یادداشت شده است. و گفته ابن مسعود پیش از آن که تشهد بر ما فرض شود معلوم می شود که تشهد آخر این فرض است. تشهد آخر این فرض است. بارک الله فیکم. 12 رکن نشستن برای تشهد آخر، نشستن در این تشهد آخر، زیرا پیامبر الله صلی الله علیه و سلم آن را انجام داد و بر آن مداومت میکرد و فرمود صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز بگذارید همچنانه که من را دیدید من نماز میگذارم. روایت بخاری تحت حدیث رقم 631. بارک الله فیکم. پس این حدیث بیانگر خیلی از مسئله های نماز را، تمام نماز در بر میگیرد. صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز بگذارید همچنانه که من را دیدید من نماز میگذارم. و در بیان صفت نماز پیامبر صلی الله علیه و سلم الکی یک چند کتاب را ترجمه شده است، میتونید که از آنها بهره بگیرید. و رکن 13 سلام دادن، تسلیم، به دلیل فرموده او صلی الله علیه و سلم که گفتند و تحلیلها تسلیم، که حلال شدن نماز با سلام است، که هنگامی که انسان سلام داد دیگر فارغ میگردد، هر چه برای اجازه می شود. این حدیث رو ابی داود تحت رقم 61 و ترمذی تحت رقم 3 و ابن ماجه تحت رقم 175 ذکر کردند. پس نمازگزار میگوید از طرف راست سلام میدهد السلام علیکم و رحمت الله و طرف چپ السلام علیکم و رحمت الله. و 14 و آخران ترتیب رکنها با همان ترتیبی که ذکر شد، همه این رکنها را با ترتیب انجام دادن، زیرا پیامبر صلی الله علیه و سلم نماز را با این ترتیب میخواندند و با این ترتیب به صحابگان کرام تعلیم دادند و گفتند صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز بگذارید همچنانه که من را دیدید من نماز میگذارم. روایت بخاری تحت رقم 631. و همچنین در حدیثی که بخاری و مسلم و غیر از محدثین روایت کرده هستند در بیان آن شخصی که حتی بخاری یک باب خاص در این مورد قرار، باب مسیء الصلات، کسی که نمازش درست نمیخوانید، کامل نمیکرد، ترتیب درست نماز خوانی رو با آن صحابه کرام تعلیم دادن که برای ما و شما تا این موضوع آماده
رسیده است. بارک الله فیکم. این بود رکن‌های نماز. پس خلاصه رکن‌های نماز: یکم قیام با قدرت، دوم تکبیر احرام الله اکبر اول، قرائت سوره فاتحه در هر رکعت از برای امام و مقتدی، چهارم رکوع، پنجم از رکوع برخاستن، ششم قیام راست ایستادن، هفتم سجود به سجده رفتن، هشتم از سجده برخاستن، نهم بین سجدتین نشستن، دهم آرامش در تمام این رکن‌ها، یازدهم تشهد آخر، دوازدهم نشستن در تشهد آخر، سیزدهم سلام دادن و چهاردهم همه این رکن‌ها را با ترتیب انجام دادن. بارک الله فیکم. اکنون مسئله پنجم از کتاب فقه میسر، مسئله پنجم فی واجباتها، در بیان واجبات نماز، در بیان واجبات نماز و توضیح آنها با ترتیب زیرین. اولا می‌فرماید که واجباتها ثمانیه، واجبات نماز 8 است. تبطل الصلاة بترکها عمدا، نماز با ترک کردن این واجبات ها قصداً باطل میگردد. و تسقط سهوا و جهلا، و از روی بی‌پروایی یا که از روی بی اهمیتی یا که از روی فراموشی یا که نادانی از سر انسان ساقط میگردند. و یجب للسهو عنها سجود سهو، میگه واجب است هنگامی که اینها ترک شوند سجده سهو نمودن. و فرق بینها و بین الارکان، و فرق بین این واجبات ها و رکن هایی که پیشتر ذکر کردیم، ان من نسی رکنا لم تصح صلاته الا بالاتیان به، اگر کسی که رکن از رکن های نماز را ترک کرد یا که فراموش کرد، نماز انسان صحیح نمیگردد مگر که آن را بیارد. اما من نسی واجبا اجزا عنه سجود سهو، اما کسی که واجبات را فراموش کرد با سجده سهو آن را جبران میکند، اما رکن ها با سجده سهو جبران نمیشن بلکه آن را میارید. پس رکن ها تأکیدتر از واجبات ها هستند که واجبات نماز 8 تا هستند. اولی انها جمیع تکبیرات غیر تکبیرات الاحرام، همه تکبیرها غیر از تکبیرات احرام که آنها را تکبیرهای گذشتن از این رکن به این رکن مینامند، تکبیرات انتقالشون میگن. با دلیل گفته حدیث ابن مسعود رضی الله عنه که فرمود رأیت نبی صلی الله علیه و سلم، این که پیامبر صلی الله علیه و سلم دیدم، یکبر فی کل رفع و خفض و قیام و قعود، میگه که من دیدم پیامبر یا که دیدم پیامبر صلی الله علیه و سلم که در هر بالا شدن و پایین شدن و در قیام و نشستن تکبیر میگفتند صلی الله علیه و سلم. این حدیث رو نسائی در مجلد دوم تحت رقم 205 و ترمذی تحت رقم 153 روایت کردند و گفتند که حدیث خوب و صحیح است و البانی نیز این حدیث را صحیح دونستند. بنگرید صحیح ترمذی تحت رقم 208 و پیامبر صلی الله علیه و سلم تا وفات بر این عمل مداومت کردند و میکردند و فرمودند که صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز بگذارید همچنانی که من را دیدید من نماز میگذارم. دوم قول سمع الله لمن حمده للامام والمنفرد، دوم واجبات گفتن سمع الله لمن حمده برای امام و شخصی تنها نمازگزار منفرد. بارک الله فیکم. برای امام و تنها گزار منفرد برمیاد که اگر انسان از پشت امام بخواند مقتدی باشد، از پشت امام سمع الله لمن حمده نمیگوید. با دلیل حدیث ابی هریره رضی الله عنه که فرمودند کان رسول صلی الله علیه و سلم یکبر حین یقوم الی الصلاه، این که رسول الله صلی الله علیه و سلم هنگامی که واسه نماز برمیخواست تکبیر میگفت. ثم یکبر حین یرکع، هنگامی که واسه رکوع میرفت تکبیر میگفت. ثم یقول سمع الله لمن حمده، پس سمع الله لمن حمده میگفت. یرفع صلبه من الرکعه، هنگامی که میونش رو از رکوع برمیکرد. ثم یقول میگفت و هو قائم در حال میزد ربنا لك الحمد، میگفت ربنا لك الحمد میگفت. این حدیث رو امام مسلم در مجلد اول تحت رقم 293 رقم حدیث 28 ذکر کردن. سوم گفتن ربنا لك الحمد برای مقتدی و امام، سمع الله لمن حمده برای امام است. مقتدی اگر منفرد باشد، انسان منفرد تنها گذار باشد، خودش میگه هر دوش رو، اما ربنا ولک الحمد برای امام و مقتدی است، کسی که از امام اقتدا میکند. بارک الله فیکم. با دلیل حدیث ابی هریره از ابو موسی که در آن ذکر می شود و یادآوری میکند، میفرماید که فاذا قال، هنگامی که سمع الله لمن حمیده گفت، قولوا ربنا لك الحمد، بگویید شما مقتدیان ربنا لك الحمد، مقتدیان ربنا لك الحمد میگویند. حدیث روایت مسلم تحت رقم 604 و امام احمد همچنین این روایت کردند. چهارم گفتن سبحان ربی العظیم در رکوع یک مرتبه واجب است، 3 مرتبه سنت است. گفتن سبحان ربی الاعلی
در سجده یک مرتبه این واجب است و دلیل آن حدیث ابی حذیفه است رضی الله عنه که میگه یقول فی رکوعه، در رکوع میگوید صلی الله علیه و سلم، یعنی نبی صلی الله علیه و سلم سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم پیامبر در رکوع میگفتن و فی سجوده در سجده باشد سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی میگفتن. این حدیث رو اصحاب سنن روایت کردن، که ابو داود، ترمذی، نسائی و ابن ماجه. ششم گفتن ربی اغفر لی بین سجدتین، بین دو سجده، و دلیل آن همچنین حدیث حذیفه رضی الله عنه از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت کردن که فرمودن که ربی اغفر لی، که بین سجدتین پیامبر الله ربی اغفر لی میگفتن. این حدیث رو نسائی و ابن ماجه تحت رقم 897 روایت کردن که البانی این را در ارواع الغلیل تحت رقم 335 صحیح دونستند. و تشهد اول غیر از کسی که امامش آن را فراموش کرده است و راست خسته است، در این حالت اقتدا از امام واجب است. در تشهد اول در رکن‌ها اقتدا از امام واجب نیست. اگر امام برکت پنجم برخواست نمیخیزی، یا که بامداد 2 رکعت است 3 رکعت خست نمیخیزی، اما در واجبات از امام پیروی میکنی. اگر در نمازهای 4 رکعت در اتحیات ننشست خست، بلکه میخیزی، اما کمی اندک برخست اگر که مقتدی برای آگاهی دادن برمیگردد مینشیند. زیرا رسول الله صلی الله علیه و سلم تشهد اول را فراموش کردند و با آن برنگشتند، بلکه آن را با سجده سهو جبران کردند. و تشهد اول تحیات اول چنین است: التحیات لله والصلوات والطیبات، السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله گفتن شود. نشستن برای تشهد اول همچنین با دلیل حدیث ابن مسعود رضی الله عنه که از پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند اذا قعدتم فی کل رکعتین، هرگاه در 2 رکعت نشستید، در هر 2 رکعت خواندن نشستید، بگویید التحیات لله و الصلوات و الطیبات، این اتحیات رو بخونید. این حدیث رو بخاری تحت رقم 1230 و مسلم تحت رقم 570 روایت نمودند. و همچنین حدیث ابن رافع که میگوید اذا جلست فی وسط الصلاه فاطمئن، هنگامی که در 2 رکعت اول در مابین نماز نشستی آرام بشو، آرام بگیر، فافترش فخذک یسرا ثم تشهد، گفتن ران چپت را پهن کن سپس تشهد بخون، چون یک ما انجام میدیم. این حدیث ابی داود تحت رقم 856 روایت کردند و البانی این حدیث را در ارواع الغلیل حدیث 337 درست شمردند. بارک الله فیکم. این بود واجبات نماز که 8 تا هستند. اول تمام تکبیرات ها بجز تکبیرات احرام. دوم قول سمیع الله لمن حمیده از برای امام و شخصی که تنها گذار است. سوم ربنا لك الحمد از برای امام و مأموم. چهارم سبحان ربی العظیم در رکوع. پنجم سبحان ربی الاعلی در سجده. رب اغفر لی بین سجدتین و تشهد اول و نشستن برای تشهد اول. بارک الله فیکم. این بود چیز؟ این بود واجبات نماز که بیان کردیم. سپس مؤلف الله سبحانه و تعالی بر همه ما رحم کند، ما را شامل رحمت خودش قرار بدهد. مسئله ششم را یادآور می شود که مسئله ششم فی سننیها، در بیان سنت های نماز سخن می رود، درباره سنت های نماز و می فرماید که وهی نوعان، سنن الافعال و سنن اقوال. سنن افعال و سنن اقوال که سنت های نماز 2 قسم به 2 نوع تقسیم می شوند: سنت های عملی اعمال و سنت های گفتار قولی اقوال تقسیم می شوند. اما سنن الافعال، اما سنت های افعال یا که اعمال یا که عملی باشد، یعنی آن عمل هایی که انجام دادن آنها در نماز سنت است، به مانند بالا برداشتن دستان، رفع یدین کردن، هنگام تکبیر احرام الله اکبر میگویی، هنگام رفتن به رکوع، هنگام بالا شدن از رکوع و پس از 2 رکعت اول هنگامی که برکت سوم برمیخیزی. اینجا برداشتن دست ها سنت های عملی میگن اینها را، زیرا حدیثی که از مالک ابن حویرث رضی الله عنه روایت است در نماز پیامبر صلی الله علیه و سلم هنگامی که نماز میخوان تکبیر میگفت و دستانش را میبرداشت که میخواست بر رکوع برود، باز هم رفع یدین میکرد و هنگامی که از رکوع برمیخواست باز هم رفع یدین میکرد و در رکعت سوم همچنین. حدیث مالک ابن حویرث
در صحیح مسلم تحت رقم 391. بارک الله فیکم. و او نقل کرد که رسول الله صلی الله علیه و سلم همین طور عمل میکردند در داخل نماز. دیگری از عملهای فعلی، سنت‌های فعلی، گذاشتن دست راست در بالای دست چپ یا گذاشتن آن بر بالای سینه وقتی قیام، یا پایینتر از آن، و نگاه داشتن نگاه چشم به محل سجده و جدا نگاه داشتن هر دو پای در حالت قیام، راست ایستادن، نه پهن میکنی نه جوسی بد، و گرفتن زانوها با دستان هنگام رکوع، یکی پنجه های دست خود را از زانو میداریم، و روشن و راست نگاه داشتن پشت در رکوع و سر را نیز با پشت برابر کردن. این از سنت های فعلی که در داخل نماز انجام مییابد. اما سنت های گفتاری باشد، قولی باشد، میفرماید که اما سنن الاقوال، سنت های گفتاری اقوال باشد. دعای استفتاح، وقتی که تکبیر تحریمه میگی الله اکبر، استفتاح رو میخونی در اول نماز پیش از سوره فاتحه. پیش از اعوذ بسم الله گفتن سبحانك اللهم یا که اللهم باعد بینی و بین خطایا، این دعاها رو میخونی، سپس بسم الله میگویی، سپس اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اعوذ میکشی، سوره فاتحه رو میخونی، پس آمین میگویی در آخر سوره فاتحه. اینم از سنت هاست. زمین سوره کردن اینم سنت هاست، خواندن سوره بجو سوره فاتحه. و همچنین در حالت رکوع با علاوه سبحان ربی العظیم یا که سبحان ربی الاعلی یک بار 3 بار گفتن یا که زیاده از این گفتن، این هم سنت های قولی هست. و دعا کردن پس از تشهد پیش از سلام، این هم سنت هست. پس از تشهد و پیش از سلام این هم از سنت هاست. پس این بود سنت های نماز که 2 قسم هستند، قولی و فعلی. بارک الله فیکم. اکنون مسئله دیگری که در اینجا شیخ ذکر می نماید مبتلاته، مسئله هفتم، المسئله السابعه مبتلاته، مسئله هفتم در بیان باطل کننده های نماز. چی چیزها نماز را باطل میکند است؟ میفرماید که یبطل الصلاه امور نجملها فيما یاتی، چیزهایی هستند که با صادر شدن آنها نماز باطل می شود و آنها را میفرماید که مختصر چنین بیان میکنیم. اولا یبطل الصلاه ما یبطل الطهارة، باطل میسازد نماز را آن چیزی که باطل میسازد طهارت را. طهارت انسان اگر که شکست، نماز انسان باطل میشود، زیرا طهارت شرط صحت نماز است. پس هرگاه طهارت باطل شد، نماز انسان باطل میگردد. برخی از مردم هستند که در داخل نماز طهارتش میشکند، با سلام دادن برایت میرود. این نادرست است. بعد که برآمدن میرود دیگه سلام چیکارش میکنین؟ اگر نماز باطل است برای سلام دیگر. این نکته را خواستم بیان نمایم. دوم، الضحک بصوت، خندیدن با صدا، قهقهه. این عمل با اتفاق علما نماز را باطل میکند، زیرا آن مانند سخن گفتن بر باطل است، بلکه بدتر از آن است. میفرمایند در این عمل به احترامی و بازی با نماز وجود دارد که مخالف هدف نماز است. هدف اساسی آن آرامش. اما تبسم کردن، خنده به صدا نماز را باطل نمی کند، چنان که ابن منذر و دیگران این را روایت کردند. سوم، الکلام عمدا لغیر مصلحت الصلاة، سخن گفتن با قصدن و به ضرورت داشتن بر نماز. از زید ابن ارقم رضی الله عنه روایت است که فرمودند کنا نتکلم فی الصلاة، ما در نماز با همدیگر سخن می‌ورزیدیم، سخن می‌گفتیم. یتکلم رجل من صاحبه، که شخص از ما با صاحبش، با همصفش سخن میگفت. و هو الی جنبه فی الصلاة، در یک پهلو در نماز با همراه اوست. حتی نزلت، حتی اینکه نازل شد این قول الله سبحانه و تعالی و قوموا لله قانتین، از برای الله با خضوع با فروتنی بیایستید در نماز گفتند. الله سوره بقره آیه 238. و فرمود که بر ما امر شد که خاموش بیایستیم و خاموشی را در داخل نماز رعایت نمودیم و از سخن گفتن در نماز منع کردند. اما اگر کسی از روی فراموشی یا ندانستن حرف زند، نمازش باطل نمی شود. چهارم، المرور المرأة بالغه او حمار او کلب الاسود بین یدی مصلی. چهارم چیزهای باطل کننده نماز، گذشتن زن بالغ یا خری خانگی یا سگ سیاه از پیش نمازگزار. اگر این 3 چیز گذشت با پیش سجدگاه انسان، نماز انسان باطل می شود. دلیل آن حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم که فرمودند هرگاه که از شما به نماز ایستد باید چیزی را پیش خود بگذارد، ستره به پیش خود بگذارد، مثل آخل رحل، زینش رو میگن یا که از اسب را یک بلندی داشته باشد. اگر چنین چیزی نباشد پس نماز را باطل میسازد. خری خانگی، زن بالغ یا که سگ سیاه. روایت مسلم رقم حدیثی 510. بارک الله فیکم. پس انا همین ستره انسان تقریبا 1 ذراع
یعنی 45-50 سانتی متر رو تقریبا در بر میگیرد. این مسافه حد اقلیت است که بین خود، بین جای سجدگاه خود و نمازگزار و راهگذر گذاشته شود. یک وجب از پیش سجدگاه خود در پیش وی را میگذاری. پنجم، کشف العوره عمدن، آشکار کردن عورت، اعضای شرعی که پوشاندن آن برای انسان واجب است، با قصد آن را ترک نماید. زیرا پوشاندن عورت که در اول ذکر کردم یکی از شرط های درست نماز است. بدون عورت نماز انسان باطل می شود. پس پوشاندن عورت، اما گشودن عورت بدون قصد، یک با قصد نماز انسان را باطل میکند، اما بدون قصد نماز انسان باطل نمی شود. استدبار را قبله میفرماید، روی گرداندن از قبله، گرداندن پشت به سوی قبله، این هم یکی از باطل کننده های نماز است که این به سوی قبله نماز خوندن شرط های نماز بود که ذکر کردیم. اتصال نجاسه بالمصلی مع العلم بها، اگر در وقت نماز خواندن شخص نمازگزار در بدنش نجاست باشد و از آن با خبر باشد، نماز انسان باطل می شود، مگر اینکه اگر عذر داشته باشد، لباس دیگر ندارد. ترک رکن من ارکان میگه او شرط شرطی عمدن، ترک رکن از ارکان نماز که شرط از شرط های نماز بدون عذر، این سبب باطل شدن نماز بنده میگردد. و همچنین انجام عملهای زیاد و بیهوده و بیگانه در داخل نماز به ضرورت سبب باطل شدن نماز بنده میگردد، مثل خوردن، نوشیدن، قصدن نماز را باطل میسازد. و همچنین تکیه کردن به چیزی که انسان تکیه می نماید به عذر، به ضرورت، زیرا قیام این رکن است، ایستادن شرطی درستی نماز به حساب می رود و بدون سبب انسان با چیز تکیه بدهد سبب باطل شدن نماز بنده می گردد. بارک الله فیک. این بود باطل کننده های نماز. باطل میکنه نماز را آنچه که از پیش پس میبراید، آنچه که طهارت را باطل می نماید نماز را باطل می نماید. خندیدن قهقهه، سخن گفتن قصدن و بدون مصلحت نماز، گذاشتن زن بالغ، خر یا سگ سیاه و پیش نمازگزار، کشف عورت، غیر قبله نماز خواندن، در بدن انسان نجاست باشد و نماز بگذارد با علم، یعنی ترک رکن از رکنهای نماز یا شرط از شرطهای نماز، قصدن بدون عذر، عمل کردن، بسیار حرکت کردن در داخل نماز بدون ضرورت، تکیه کردن بدون ضرورت، یا که قصدن زیادی کردن رکن از رکنها، رکوع، سجده، هر چی باشد، قصدن بعضی از رکنها را از بعضی دیگر زیادی کردن، یا که پیش گذرانیدن، قصدن سلام دادن، نماز بیتون است انسان سلام میدهد، یا که قصدن سوره فاتحه را تغییر دادن در داخل نماز، یا که معنی سوره فاتحه تغییر بیابد، یا که در داخل نماز متردد شدن، شک کردن، نماز بخوانم نماز نخوانم اول وقت باشد. این حالات هستند که نماز انسان را باطل میسازد، نماز انسان را باطل میسازد. بارک الله فیکم. این بود باطل کننده های نماز. و سپس مؤلف در اینجا میفرماید المسأله الثامنه، مسئله هشتم، ما یکره فی الصلاه، چیز در نماز مکروه است، آنچه که در نماز مکروه است. مکروه طبق اصطلاح فقها چیزی است که ترک آن بهتر است، با آن امر نشده است ولی انجام دادن آن گناه نیست. و مکروه در اصطلاح فقها یعنی عمل است که ترک کردن آن پاداش دارد ولی انجام دادن آن گناه نیست و در وقت احتیاجمندی و مجبوری ممکن است که آن را انجام بدهی. پس مکروهات نماز اینها میباشند: الاختصار فی الفاتحه علی رکعتین اولیین، اختصار کردن سوره فاتحه در دو رکعت اول. این مخالف سنت است، مخالف راه روش پیامبر صلی الله علیه و سلم است. بارک الله فیکم. چون خواندن سوره فاتحه این رکن است اصلا، و تکرار سوره فاتحه این نیز مخالف سنت است. اما اگر به خاطر حاجتمندی باشد، مثل پریشان میشوی، پریشان حال هستی، فروتنی در داخل نماز ندانی، خضوع نداری، اشکال ندارد که تکرار کرده شود تا که قلب انسان بر آن حاضر بگردد. و این جایز میگردد تکرار سوره فاتحه به شرطی که انسان وسوسه نباشد و زیاده روی نکند. یکرا میگه التفات یسیر فی الصلاه بلا حاجه، همچنین کمی روی گرداندن در نماز، التفات بدون حاجت در نماز روی گرداندن این طرف آن طرف جایز نیست. پیامبر الله صلی الله علیه و سلم وقتی از این عمل پرسیده شد فرمودند هی اختلاس یختل شیطان من صلات عبدی، این یک دزدی است. گفتن این یک دزدی است که شیطان از نماز بنده میدزدد است. روایت بخاری حدیث 751. اختلاس این دزدی رو میگویند، گرفتن نماز. اما اگر نیاز پیدا شد روا است، مثل توف انداختن به طرف چپ 3 بار هنگام رسیدن وسوسه انسان میشود، چگونه که در حدیث آمده است، یا مادری که میتونه کودکش را گم کرد یا کودکش بر چیز دست زد،
آن را آگاهی بدهد، به وی نگاه نماید و غیر این حالتها. پس این همه در مورد روی گرداندن کمی است. اما اگر شخص پوره روی بگرداند، پوره طرف دیگه است بگردی یا قبله را پشت خود قرار بدهی بدون عذر مانند ترس و خطر، نماز انسان باطل میشود. این حالت بارک الله فیکم. اما حاجت باشد گفتم اشکال ندارد. پس دیگری از مکروهات پوشیدن چشمها در نماز تمغید میگویند. پس این از عادت مجوسی ها است، از مشرکین است. مجوسی ها آتش پرستا را میگویند. همین شیعیانی که پیش از اسلام بودند، همین ها مجوسی بودند که از این مجوسیت روی گرداندند که از اون بدتر شدند. فقط از عبادت آتش روی گرداندند، در عبادت علی و حسن و حسین، آدم ها و هیکل ها و چیزا گرفتار شدند و گفتند که این چنین پوشاندن چشم این از عادت یهودی ها است. واقعا در آنها مشاهده میشود. به هر حال تشبیه بر این کافران قطعا در داخل نماز پوشاندن چشم این مکروه است، جایز نیست. مگر اینکه اگر انسان نیاز پیدا نمود، خضوع را گم کرد، فروتنی را گم کرد. و دیگری از مکروهات همچنین خواباندن دستان در زمین در هنگام سجده. افتراش میگویند زیرا را همین دست را در زمین مثل سگان بگذاری، چون پیامبر صلی الله علیه و آله من کردم گفتن اعدل فی السجود، دست سجده میانه رو باشید، معتدل باشید. ولا یبسط احدکم ذراعیه ان بساط الکلب، و گفتن که کسی از شما دستش را چون سگ باز نکند. این حدیث بخاری تحت رقم 822 روایت کردند. یعنی نمازگزار باید بین بازوهایش فاصله قرار بدهد و از زمین بالا بردارد. تنها پنجه های دست در زمین هستند، بازوها را از زمین بردارد و با مانند به حیوان‌ها یا که سگ خودداری نماید. و همچنین بازی کردن و حرکت‌های زیادتی در نماز جایز و روا نیست، زیرا این باعث پریشانی قلب می‌گردد و خلاف خضوع و آرامش است و لازم است که این ترک کرده شود. و همچنین التخصر میگویند تکیه دادن دست به میان، دستان در میان تکیه دادن، بیان ناجایز بودن. این حدیث ابی هریره رضی الله عنه میگه نهی عن التخصر، نهی ان یصلی رجل متخصرا. گفتند من شده است که مرد در حالی که دست بر میان دارد نماز بخواند. این حدیث را امام بخاری تحت رقم 1220 روایت کردند و گفتند که تخصر گذاشتن دست در میان است. و عایشه رضی الله عنها نیز گفته است که یهودیان چنین میکردند، بنابراین مکروه است. و این را مسروق از عایشه رضی الله عنها روایت کرده است. بخاری آن را در صحیح خود تحت رقم 3458 روایت کرده است. و همچنین پوشاندن دهان در نماز جایز و روا نیست. پوشاندن دهان در نماز بدون عذر جایز نیست. دلیل آن حدیث ابی هریره رضی الله عنه است که فرمودند پوشاندن دهان در نماز قطعا جایز نیست. این حدیث را ابی داوود تحت رقم 643 و ترمذی تحت رقم 379 روایت کرده که البانی این حدیث را صحیح دانستند. و صدل باشد که در این حدیث ذکر شد انداختن لباس در کتفها، لباس در کتف میپرتوی. و برخی از علما گفتن که صدل این است که پایان لباس کشال یا تا زمین آید، لباس انسان به زمین برسد، اسبال میگن، اسبال. و این برخلاف سنت است و بر این وعید است. به هر حال این عملها در شریعت جایز نیست، در نماز جایز نیست، در غیر نماز هم. و همچنین از دیگر از مکروهات پیش گذاشتن از امام در حرکت های نماز، مسابقه کردن با امام. پیامبر از این من کردن صلی الله علیه و آله و فرمودند اما یخشى احدکم اذا رفع راسه قبل الامام ان یجعل الله رأسه رأس الحمام. آیا یکی از شما نمی‌هراسد که اگر سری خود را پیش از امام بردارد الله سرش را مثل سری خری خانگی قرار بدهد یا صورتش را صورت خر قرار بدهد. این حدیث را بخاری تحت رقم 691 و امام مسلم تحت رقم 627 روایت کردند. و در هم کردن انگشتان را در انگشتان دوختن در داخل نماز، اینم تشبیه الاصابع میگویند، اینم جایز نیست، چون پیامبر صلی الله علیه و سلم من کرده است از این کارها و فرمودند که شخصی که پس از طهارت با نیت نماز به مسجد آید چنین نکند. گفتند این حدیث را حکیم روایت کرده هستند و ذهبی موافقت نموده در این حدیث و البانی این رو تصدیق کردن. بارک الله فیکم. پس تشبیه گذاشتن انگشتان در انگشتان دیگر، داخل کردن انگشت در داخل نماز، اینم امر ناجایز و ناروا بوده است. اما بیرون از نماز اشکال ندارد اگر در مسجد هم باشد فرمودند، زیرا خود رسول الله صلی الله علیه و در حدیثی که ذوالیدین است، کسی که دو دستانش دراز بود، این کار را انجام داده بودند و پیامبر بر آن چیزی نگفتند. بارک الله فیکم. و کف الشعر و الثوب، همچنین خاریدن سر و کشیدن لباس، بالا کردن لباس و ازار، اینم از مکروهات نماز به حساب میرود. از ابن عباس رضی الله عنه روایت است که فرمودند امر نبی صلی الله علیه و آله ان یسجد علی سبعه اعظم. پیامبر امر کردند که ما با 7 اعضای بدن سجده نمایید. ولا یکف ثوبه ولا شعره، گفتند و نه لباس خود را، نموی خود را و نه لباسش را نبردارد. این حدیث را امام بخاری تحت رقم 815 بیان کردند. لباس را نه بالای سر میپرتایی اگر دراز باشد
نه پایینش میکنی. برای همین لباس مردها باید از بجولک بالا باشد و خوردن سر و کشیدن لباس هنگام رکوع میرا یک سجده میرا مردم میکنن کف میگوین جمع کردن یعنی جایز نیست. بارک الله فیکم. پس این مخالفت مینماید خضوع و فروتنی در داخل نماز. فروتنی انسان از نماز میدزدد. و همچنین نماز خواندن الصلاة بحضرة طعام و هو يدافع عن الاخبثین. و همچنین نماز خواندن هنگامی که طعام حاضر شده است باید اول طعام را بخورد. دوم همچنین هنگامی که انسان نیاز به غذای حاجت دارد خود را سخت می‌دارد و نماز میگذارد، این هم جایز نیست، بلکه طهارت کامل گرفته خوب آرام شده سپس نماز را بگذارد. این حدیث را امام مسلم تحت رقم 56 روایت کرده هستند. پس کی نماز در وقت خوراک خوردن مکروه می شود؟ وقتی که شخص خوراک را می‌خواهد، اشتها دارد، گرسنه است و خوراک حاضر است برداشته شده است، اما شخص روزه‌دار باشد یا سیر باشد و خوراک را نخواهد یا خوراک آنقدر گرم باشد که خوردن آن را خورده نمی‌شود، پس در این صورت اول نماز را می‌خواند سپس نشسته خوراک را حتما تناول می‌کند. و اخبثین گفتین پیشا و نجاست را میگویند و نماز در چنین حالت خواندن نماز در چنین حالت‌ها جایز و روا است. و همچنین بلند کردن سر به سوی بالا، نگاه کردن به سوی آسمان اینم از مکروهاتی که حرام کرده ها داخل می‌شود. چون رسول الله فرمودند که لا ينتهين اقوام يرفعون ابصارهم الى السماء فی الصلاه، این مردم‌های میباشند پیدا میشوند که چهره‌های خود را به سوی آسمان در نماز قرار میگیرند. این کار را بگذارید. بلند کردن و نگاه کردن بر آسمان. بعضی‌ها در نماز یا چشمانشون را به سوی بالا میکنن یا سرشون را به سوی بالا میکنن. همه این عمل‌های ناجایز و ناروا است. این حدیث را امام مسلم تحت رقم 56 ذکر کرد. بارک الله فیکم. پس مکروهات نماز که بیان کردیم، سوره فاتحه را در دو رکعت اول کوتاه خواندن، تکرار سوره فاتحه، طرف چپ راست بازگشتن و همچنین چشمان را پوشیدن، آرنج‌ها را در زمین گذاشتن، در نماز بسیار حرکت کردن و همچنین دست‌ها را در میان داشتن یا که لباس را در کتف پرتافتن یا که سر را خاریدن یا که هنگام رکوع و سجده لباس را بالا کشیدن، مسابقه پیش گذاشتن امام و دستان را چلیکو را برهم داختن، باز هنگامی که طعام آماده هست که بیان کردیم تقسیمات، یا اینکه هنگامی که انسان نیاز به قضای حاجت دارد بالا کردن سر به سوی آسمان و غیر از این چیزایی که بیان کردیم. این از خلاصه مکروهات نماز. مسئله اخیرانی که صحبت میکنیم، نقطه اخیران از درس امروزه در باب نماز، این حکمی تارک الصلاه، حکمی ترک کننده نماز که در این مورد ما صحبت‌ها بسیار کرده هستیم. میتونه با مفصل بیان نماییم که ما موافق همین کتاب چیزی که در این کتاب ذکر شده است از این کتاب برای شما ترجمه کرده بیان می‌نماییم. می‌فرماید که من ترک الصلاه جاحدا لوجوبه و کافر مرتد، اگر هر کس که نماز رو انکار نماید پس وی کافر مرتد می‌شود. لانه مکذب لله و لرسوله، چون که وی تکذیب کرده است الله و رسول الله را و تمام علماها را. پس کسی که نماز ترک کند و منکر واجب آن باشد او کافر و مرتد می‌شود، حساب داده می‌شود، چون که او نشانه‌های تکذیب کننده دروغ شمردن الله و پیامبر الله و اجماع علما میباشد. اما اگر کسی از روی بی‌پروایی و تنبلی نماز ترک کند پس عقیده درست‌تر و مذهبی صحیح‌تر وی هم کافر میگردد اگر او نماز را تماما ترک نماید، یعنی یگام نماز نمیگذارد. چنانکه الله سبحانه و تعالی درباره مشرکین میفرماید فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزکاة فإخوانكم فی الدین، اگر توبه کنند و نماز را برپای دارند پس برادران شما در دین هستند. سوره توبه آیه 11. این دلالت بر آن میکند که اگر نماز را برپا ندارد پس آن مسلمان حسابیده نمیشه و برادر ما هم نیست، برادر دینی ما هم نیست، از نص این آیات. و همچنین حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله که فرمودند العهد الذی بیننا و بینکم الصلاة فمن ترکها فقد کفر، آن عهدی که بین ما و شماست این نماز است، اگر هر کس نماز ترک نماید پس او کافر است. روایت ترمذی تحت رقم 2126 و نسائی در مجلد اول صفحه 231 و احمد در مجلد 5 صفحه 346 و حاکم و غیره این را روایت کرده است. و ترمذی گفته است که این حدیث خوب است. حاکم آن را صحیح دونستند و ذهبی این را موافقت نمودند. همچنین البانی این حدیث را صحیح دونستند در کتاب صحیح و ترمذی تحت رقم 2113. و نیز حدیث دیگری که از رسول الله روایت است ان بین رجل و بین الشرك والكفر ترک الصلاه، امام مسلم است تحت رقم 82 در صحیح مسلم. اما اگر شخص بعضا نماز بخواند، بعضی از نمازها را بخواند، بعضی از نمازها را نخواند، یا که بعضی از نمازهای فرض را ادا نماید، نه همش را، پس ظاهر این حال این است که او کافر نیست، چون نماز را کاملا ترک نکرده است، فقط بعضی از نمازها را نمیخواند. مثلا بامداد را نمیخواند، پیشین نمیخواند، عصر را نمیخواند، شام را نمیخواند، خصوصا نمیخواند، انا همین گونه. اگرچه که در این مورد هم در بین علماها نزاع باشد، پس
حدیث نیز در این باره ترک نماز رو گفته است. بارک الله فیکم. و قاعده همچنین است می‌فرماید در این کتاب که اصل دینی اسلام باقی ماندن است، یا که انسان را تنها با دلیل یقین از اسلام خارج می‌کنیم. پس کسی که با یقین ثابت شده باشد اسلام آن، به شک آن را از اسلام خارج کرده نمی‌شود. این است درس امروزه ما و شمایان در این مورد. این سخن اخیرانی که ما گفتیم در اینجا در شرح ممتع از ابن عثیمین مجلد 2 صفحه 24-28 ذکر و یادآوری شده است که در مسئله نماز ما مفصلا برای شمایان صحبت کرده بودیم. میتونه که بر آنجا باز بگردید. در مسئله نماز دلیل‌های زیاد و بیشتر ان شاء الله. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک. واسه پروردگار دست با دعا می‌برداریم، میگیم پروردگارا این عمل نیکی ما رو بپذیر و ما رو اخلاص در اعمال ما قرار بده و ما رو از جمله بندگان پرهیزگار قرار بده و توفیق بده که از جمله آن بندگان قرار بدهیم که به هر چیز شکرگزار باشیم و شکر و سپاس تو را در همه حالت در همه جا قرار بدهیم و از جمله آن بندگان باشیم که در این دنیا نیکوکار باشیم و پروردگار آن اختلافی که در بین این امت افتاده است، پروردگار آن را با فضل و کرم خود با سوی حق ما را راهنمایی نما. دین ما را که اساس کارهای ماست اصلاح نما و دنیای ما را که اساس زندگی ماست آن را اصلاح نما. پروردگار آخرت ما را که بازگشت به سوی آن است اصلاح نما و زندگی را برای ما زندگی نیکو و خیر شادی با موافق طلبات شریعت بگردان و پروردگار قلب‌های ما را روشن بگردان و اختلافی که میان ما هست اصلاح نما. دلهای ما را با هم نزدیک ساز و ما را بر راه نیک و راه صلح هدایت نما و پروردگار ما را از ظلم و کفر و شرک و گناه و معصیت بدعت دور بساز. پروردگار را بر گذشتگان ما و از مسلمین رحمت بپذیر و رحمت نما و گذشتگان ما را مغفرت نما. آمین. پروردگار ما با درستی که ما با نفسهای خود ظلم و ستم بیشتر و زیاده کردیم، پروردگار ما را بیاموز. اگر تو ما را نآموزی، پروردگار ما از بدرستی که از زیانکاران قرار میگیریم. پروردگار تو پاک و منزه هستی ای الله و حمد و ستایش تو را میگوییم همیشه و بر دوام و گواهی میدیم که هیچ معبود بجز تو نیست و تو سزاوار عبادت شایسته پرستش هستی و واسه تو توبه میکنیم و درود سلام به پیامبر رسول الله صلی الله علیه و سلم و آل اصحابش باد. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک.